پشتی سر و در جبهه عینی و مثل سنگر در لوح عینی با تاریخی تو چون سر لوح عینی الا شهری جوانی شهری جانی الا شهری جوانی. روزگار انسان کتابی را میماند و خوش به حال آن نفری که کتاب عمر او شایسته وصف و تقدیر همزمانان و آیندگان می‌گردد. زندگی شاعر، نویسنده، مؤرخ، محقق، ترجمان، خادم خدمت نشانداده تاجیکستان، دکتر علم‌های فیلولوژیا، اکادمیک و نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک، بالاخره اولین قهرمان تاجیکستان، استاد صدرالدین عینی که توسط خرد و معرفت و همت خدمت جوانمردانه به خلق و میهن نام خود را در دل و دیده همزمانان و فرداییان جا نمود. مکتبی را میماند که در ذهن و روان هر فرد احساس خودشناسی و خودآگاهی، محبت به علم و فرهنگ و ارجگذاری نسبت به تاریخ و تمدن نیاگان را جا می نماید. استاد عینی بزرگترین نویسنده نوآور، شاعر نوجوی، نوپرداز بود. آثار ارزشمند و ماندگار او نه تنها برای خوانندگان، زحمتکشان، مهنتکشان، بلکه برای اهل ادب نمونه عبرت بود. با گفتی بابا جان غفورов استاد عینی این پدر ملت تاجیک می باشد. با کدام معنا؟ با معنای اون که یک عمری بهبهای خود را برای خلق تاجیک، برای احیای خلق تاجیک، برای نام خلق تاجیک را در عرصه جهان برآوردن، برای حقوق‌های خلق تاجیک مبارزه کرده است. ایجادیات استاد عینی از دهه آخری عصر 19 آغاز می‌یابد. باید قید نمود که استاد عینی در ابتدا با تخلص‌های سفلی، محتاجی و جنونی ایجاد نموده است. سال 1895 او تخلص عینی را قبول کرد و با همین نام شهرتی جهانی پیدا نمود. استاد صدرالدین عینی تمام عمر با برکت خود را با فرهنگ تاجیک، با علم تاجیک، با مدنیت تاجیک بخشیده است و خلق تاجیک را در تمام جهان معرفی کرده است. در تاریخ فرهنگ ما و ادبیات ما استاد عینی خدمت‌های خیلی بی‌شایبه کرده. استاد عینی ببینید که اون کس زبان روسی را چندان نمی‌دانستند، لیکن استاد عینی در ادبیات ما اساسگذار متد ریالیسم سوسیالیستی شناخته شدند. چون که مثلا در ادبیات روس، در ادبیات شوروی روس، الکسی ماکسیموویچ گورکی سردفتر متد ریالیسم سوسیالیستی شناخته شده است. در ادبیات تاجیک باشد استاد عینی به همین عنوان شناخته شدند. برای اون که در حقیقت اولین نویسنده تاجیک هستند که از حیات مردم عادی، زحمتکشان، کارگران، دهقانان ایشان اثرها آفریدند. شروع از دهه اول عصر 20 استاد عینی با متانت و جوانمردی بی‌مثل برای احیا و رشد فرهنگ و ادبیات و تاریخ و صنعت ملت تاجیک کمر همت بست و مقام و مرتبه ملت تاجیک را از چاه ذلت به اوج عزت برآورد. به تعبیر زیبای استاد بازار صابر، عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد.
آثار ماندگار و ارزشمند استاد صدرالدین عینی برای خلق تاجیک دستاورد بزرگ تاریخی می باشد که تفکر، عقلها، اندیشه ها را تکان می دهد برای آینده درخشان، برای گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز. آثار هم علمی، هم ادبی و هم پوبلیسیستی استاد عینی در گرد یک محور خودشناسی ملت تاجیک چرخ میزند و همین خودشناسی ملت تاجیک به طور وسیع در دوره استقلالیت فرا گرفته شد. من گمان میکنم که استاد عینی، آثار استاد عینی برای عصرهای من بعده، برای جوانان من بعده، برای دولتداری آینده ما یک زمینه مستحکم، یک اساس قوی شده میتوانند. افکار و اندیشه ماندگار استاد عینی در تربیه ذوق خودشناسی مردم سهم مؤثر و سازنده گذاشت. از این رو در دل و ذهن هر یک فرد بیداردلی میهن احساس محبتی ارج گذاشتن نسبت به ایجادیات و شخصیت این علامه بی‌مثل و سروش اقبال ملت جاودانه است. در 100 سال قریب قبل استاد عینی با نوشتن تاریخ انقلاب بخارا درباره اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف معلومات زیادی را ارائه کردند که تا به امروز اکثر محققان به این سرچشمه با اعتماد مراجعت میکنند، زیرا استاد عینی از آنهایی بودند که با دستاندرکاران بخارای شریف آشنایی داشتند، شنوخیز داشتند و نوشته استاد عینی اساس واقعی و اساس علمی دارد. گذشته از این استاد عینی نه تنها بخارای شریف را به ما معرفی کردند، بلکه توسط قلم خود از طریق مطبوعات در اون سالهای بسیار وزنین آثار را نوشتند که برای خودشناسی ملت ما، برای خودشناسی خلق ما، برای احیای عنعنه های ملت ما خدمت کردند. ما باید بیاریم که استاد عینی هنوز سال 1924 در ماه اوگوست روزنامه هر قوم زبان ایشان است گفتند و قومی که روزنامه ندارد گویا که زبان ندارد گفتند و این سخن استاد عینی تا به امروز همچون یک سخن طلایی ثبت شده است. سال 1926 کتاب تقدیر ساز استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک به تب رسید و بیشبه کتاب مذکور سعادت نامه ملت ما شد. کتاب نمونه ادبیات تاجیک ثابت کرد که درخت زبان و ادبیات خلق تاجیک ریشه در قهر قرنها دارد. کتاب نمونه ادبیات تاجیک اصلا البته با تشبث خود استاد عینی، لیکن با سپارش و دستگیری عبدالقادر محیدینوف، اولین رئیس کمیسران خلق تاجیکستان، اولین سروزیر تاجیکستان گویا عبدالقادر محیدینوف براه مانده شد. استاد عینی میگوید که هرچند نوشتن این کتاب برای من مشکل بود، عدم اقتدار بود، ولی بنابر کمال عشقم به ادبیات این وظیفه مقدس را قبول کردم. یعنی نوشتن کتاب را امر تاریخ و وظیفه مقدس میشمارد. مرحوم خالد عینی در خاطره های خویش میگوید که وقتی که پدرم سحر میبرآمد و بیگاهی به خانه برمیگشت، پای افضالش، لباسهایش لایالود بودند، ولی او بسیار خوشحال بود.
به همه این قناعت نکرده استاد صدرالدین عینی با همراهی یکی از شاگردانش ترقل ذهنی به خانه دانشمندی بزرگی زمان که کتابخانه او در آن وقت از کتابخانه سلطنتی پادشاهی کمی نداشت، یعنی شریف جان مخدومی صدر ضیا می رود، مواد ضروری چندین تذکره های قیمت بها را برای استفاده به آریت می گیرد و به سمرقند بر می گردد. استاد عینی شب و روز به تالیف به تصنیف مشغول بود. بعد تالیف شدن کتاب استاد عینی یک نسخه برای استاد لاهوتی روان میکنند و استاد لاهوتی اون طرف چاپ کتاب رو پوره به عهده میگیرند و خودشان یک سرسخنی بسیار پرمحتوای کوتاه مختصر می نویسند و خدمت استاد عینی رو در جمع آوری و تهیه این کتاب مخصوص قید میکنند. استاد لاهوتی با یک کمال اشتیاق با یک مهر و محبت با استاد عینی ملاقات میکند و نتیجه تأثیراتش را چنین مینگارد: صدرالدین عینی، من به این نام از دیر آشنا بودم. ماه اوگوست سال 1925 دوام می‌دهد لاهوتی در سمرقند به زیارت فاضل محترم نائل شدم. استاد درون صدها کتاب، توجه کنید، استاد درون صدها کتاب غرق بود و نسخه در دست داشت که می نوشت. اون همین نمونه ادبیات تاجیک بود. استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک رو آفرید و نشان داد که خلق تاجیک خلق بومی آسیای میانه می باشد و تاریخ بای و فرهنگی بای قدیمه دارد و این خلق در حقیقت قابلیت زیادی تشکیلاتی دارد. ز مسندها و منظرها، ز چنگی راهی کشورها، ز اوراقی بیاض و حرفی ناخوانای دفترها، ز سرهایی که روی دارها هم بوده سرافراز، ز هر داری که بشکسته ز باری فطرتی سرها، تو جستی نام تاجیکان، مراد و کام تاجیکان. در یکی از نامه‌هایشان و استاد ابوالقاسم لاهوتی می نویسند و آنجا تاکید میکنند که مثلا بعضی نفرهای هستند، بعضی آدمانی هستند که در مورد مثلا این یا اون میراث فرهنگی ما شبهه دارند. حتی بعضی های پیدا شدند که امروز میگن که مردم تاجیک یا زبان نداشتند و استاد عینی در اونجا اشاره دارند، میگن که میگن کوشش نمودند که با آفریدن نمونه ادبیات تاجیک و چند کارهای دیگر با اونهایی که این چیز را اعتراف نمیکنند فهمانند که ملت تاجیک، مردم تاجیک از قدیم الایام دارای زبان، فرهنگ و عنعنه‌های ملی خودشان هستند. چاپ کردن کتاب بزرگ حجم با نام نمونه ادبیات تاجیک در آسیای میانه بغایت مشکل بود. استاد لاهوتی دستنویس را گرفته به مسکو بود. خودش در نشریات مرکزی خلق‌های شرق که در مسکو فعالیت میکرد همچون مشاور علمی چاپ کتاب را زیر نظارت گرفت و نظر به قول استاد اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی در قطار دیگر حروفچین ها صحیفه های زیاد از این کتاب را خود لاهوتی هم حروفچینی کرده بود. انا این بسیار خدمت شایسته و بزرگی لاهوتی می باشد. متاسفانه با امر زمامداران ناتوانبین دور
کتاب نمونه ادبیات تاجیک را بدخواهان پس از چاپ آتش زدند. ба сари ин китоб баъд фалокатҳои бисёр омад, навиштанд. шогирдои худи устод айнӣ навиштанд ки дар ин китоб масалан аз рӯдакӣ ғазали бӯи ҷӯи мулён ояд, ҳаме интихоб карда шудааст ки дар он амир ба бухоро даъват карда мешавад ва ғайра ва ҳоказо. намояндаи вазорати корҳои хориҷии СССР александр александрович знаменский дар шароите ки айниро ба маҳкама кашида буданд, ба бюрои осиёи миёнагӣ комитети марказӣ ВКПБ ки дар Тошканд буд, бо як мактуби алоҳида муроҷиат мекунад ва айниро, китоби ӯро, осори ӯро ҳифз мекунад ва мегӯяд ки мо дар Россия Толстойро, Пушкинро, Тургеневро меомӯзем. дар ин гуна шароит аз мероси худ даст кашидани тоҷикон як кори бемаънӣ аст. ман боварии пура дорам, мегӯяд китоби айни намунаи адабиёти тоҷик на танҳо дар осиёи миёна, балки дар хориҷа, дар Эрон, дар Афғонистон, дар Ҳиндустон мавриди истиқболи гармуҷӯшон қарор гирифт ва воқеан ҳам ҳамин хел шуд. устод айнӣ мушти хеле маҳкам заданд ва ба субут расониданд ки ин миллат миллати мустақил аст, дорои фарҳанг аст, дорои таърихи ниҳоят ғанӣ аст, дорои адабиёти классикӣ аст. фаҳмидед, бинобар ҳамин хизматҳои устод айнӣ хеле бузург аст. استاد عینی علی رغم همه به دفاع برخاست و با مساعدت استاد لاهوتی از مسکو اجازت نشر گرفته شد. در آن ایام چنین فداکاری اقدام آن نفرانی بود که در اوج روشن فکری و آگاهی قرار داشتند. یکی از شاگردانی استاد عینی، ترجمان، دانشمندی معتبر داملا رحیم هاشم میگوید که بعد نشر کتاب نمونه ادبیات تاجیک جان پنترکستان برآمد. بنابراین آنها با تمام قوه بر ضد مؤلف و کتاب او برخاستند. از همه گونه راه و واسطه، دسیسه، اغوا، تهمت کار گرفتند و حتی که در همین اسنا شعر مشهور استاد رودکی را با نام بوی جوی ملیون که در کتاب نمونه ادبیات تاجیک ذکر شده است به زبان روسی ترجمه کردند و با سرمحرری روزنامه پراودا نیکلای ایوانویچ بخارین با نمایندگان و کاتبان مسئول و شخصیت‌های ایدئولوژی کرمل دستک کرده گفتند که انا همین شعر را صدرالدین عینی درباره امیر گریزه امیر علیم خان نوشته است. بوی جوی مولیان آید همه یا دیاری مهربان آید همه و در آخر شعر مخصن، یعنی عینی میخواهد که امیر علیم خان باز برگشته با بخارا بیاد. کتاب را در سال 1930 از استفاده منع کردند و به قول استاد عینی با اوتیل سرا پرتافتند. اغوا و دسیسه در اطراف عینی، در اطراف کتاب نمونه ادبیات تاجیک من بعد هم دوام کرد و این ماجرا تا سالهای 37 دوام کرد و البته استاد لاهوتی چی کاری که اون وقت کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بودند، چی کاری که از دستشان می اومد برای آنکه به عین آسیب نرسد این کارا را کردند و نقشی بسیار هم کلیدی بازیدند برای از حبس ایمن ماندن استاد عینی. استاد لاهوتی همین کتاب را تبلیغ و تشویق میکرد و با نویسندگان و شاعران جوان
تلقین میکرد که این کتاب را استاد عینی برای شما جوانان نوشته است. استاد لاهوتی میگوید که کلید همه گونه دانش این زبان است. انا همین کتابی نمونه ادبیات تاجیک کلید است برای از خود کردن زبان حاضره ادبی تاجیک. استاد عینی برای رشد ادبیات تاجیک سعی و تلاش ورزیده در این سمت کاملا موفق گردید. ژانرهای نوی نثری به خصوص رمان و پویست در ادبیات تاجیک از ایجادیات استاد عینی منشأ میگیرد. اولین حکایه های ریالیستی و اولین پویست ریالیستی مثلا اودینه یا سرگذشت یک کمبغل تاجیک با همین نام اول چاپ شده بود سال 1927. بعداً با نام اودینه چاپ شد و بارها و بارها چاپ شده است و خوانندگان تاجیک خیلی خوب میدونند و همین پویست این پویست است. پیش از استاد عینی پویست وجود نداشت. این اولین پویست ریالیستی تاجیک میباشد. غیر از این استاد عینی خدمت‌هایشان باز در آن است که مثلا شکل ژانری رمان را اون کس بنیاد نهاده و رمانی داخونده در تاریخ ادبیات شوروی تاجیک یا ادبیات نوین تاجیک اولین رمان ریالیستی شناخته شده. این هم خدمت استاد عینی است. خب غیر از این رمان اپوپه نوشتن استاد عینی، رمان غلامان که از 5 قسمت عبارت است، خیلی رمانی بزرگ است و فرض کنیم پویستی بسیار جالبی مرگ سودخور را آفریدن که همین تا عالم آدم هست من فکر میکنم همین مرگ سودخور باقی میمونه و همچنین مموارها یعنی یادداشت‌های استاد عینی چاپ شدگی بود. این هم خدمت خیلی بزرگ استاد عینی است. یکی از شاگردان زبردست استاد عینی ساتیم اولوغزاده با نامی از دفترچه یادداشت‌های من خاطرات دارد. او میگوید که وقتی که ما در دارالمعلمین تحصیل میکردیم و پویستی اودینه استاد عینی در روزنامه آواز تاجیک چاپ میشد، ما طالب علمان با کمال شوق روزنامه را گرفته در دفترچه خاطره روی نویس کرده مثل غزل از یاد میکردیم و به این نتیجه رسیدیم که شیرین ترین گوارا ترین زبان این زبان تاجیکی بوده است و به شرافت چنین یک اثر استاد عینی به ما نصیب گردیده است. استاد عینی اولین نویسنده ملی تاجیک است. نویسنده ملی تاجیک یعنی هر اثری که استاد عینی چه اثر علمی نوشته باشند، چه اثری بدیعی نوشته باشند، چه شعر یعنی آثار منظوم نوشته باشند، ایشان حتی مقاله های پوبلیسیستی استاد عینی همه اینها از موقع ملیت از موقع ملی نوشته شدند، یعنی در حمایه ملت تاجیک نوشته شدند. این اولین شخصی هستند، ضیایی تاجیک هستند که در تاریخ فرهنگ ما ادبیات ما همین گونه کارها را کردند. در روند تألیف اثرهای نثری استاد عینی همچون زبان شناسی فرهیخته برای موقعی استوار پیدا نمودن و رشد زبان تاجیکی سهم گذاشت. مقاله های او به مسئله های مبرمی زبان شناسی در راه بالا بردن موقعی زبان ادبی تاجیک و انکشاف آن نقشی مهم بازیدند. در انکشاف زبان ادبی حاضره تاجیک خدمت‌های استاد عینی خیلی بزرگ است و همین سبب ها است که استاد عینی نه تنها اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک بلکه اساسگذار که فرهنگ ملی تاجیکی ما شناخته شده. درباره زبان تاجیکی مقاله های زیادی دارد، خب فکرهای زیادی دارد و اثبات کرده است که زبان تاجیک این زبان بسیار بای و غنی می باشد که آن را از حساب هم ادبیات کلاسیکی و از حساب مثلا زبان زنده خلق بای کردن در کار. عموما استاد عینی نویسنده می باشد که و اهمیت جهانی دارد.
استاد عینی در برابر ایجاد اثرهای بدیعی و پوبلیسیستی، اینچنین اثرهای پرارزش علمی و چندین مقاله و آچیرک‌های تحقیقاتی را تألیف نموده است که آن نگاشته ها همچون منبع علمی از جانب محققان استفاده می شود و با اثرهای علمی خودشان درباره مسئله های فرهنگ تاجیکستان، تاجیک و مردم تاجیک، درباره استاد رودکی، درباره حکیم فردوسی، درباره میرزا عبدالقادر بیدل، درباره واصفی و بزرگترین چهره های ادبیات کلاسیکی ما اثرهای ماندگار نوشتند که امروز هم اهمیت بنیادی دارند. سال 1951 اکادمی علم‌های جمهوری شوروی تاجیکستان تأسیس یافت. با کاهش باباجان غفوروف نخستین راهبر این نهاد استاد عینی انتخاب شد. این میز و کرسی که استحصال دولت مصر می باشند در حجره کاری استاد گذاشته شده بودند و حالا باشد در آثارخانه ادبی و یادگاری استاد صدرالدین عینی نگاه داشته می شود. در اساس سندهای اعتماد بخش بیاض و تذکیره ها و دیگر اثرهای ادبی و تاریخی، استاد عینی زادگاهی اساسگذار ادبیات تاجیک و فارس استاد رودکی را مشخص نمود. محض با طفیل استاد عینی زادگاهی قافله سالار نظم عجم، دیهه 5 رود، زیارتگاهی علم و ادب، ظاهران و دلباختگان کلام ناب تاجیکی گردید. گرچه طبعی رودکی شیری زکی ایجاد کرد، آفرین بر طبعی عینی رودکی ایجاد کرد. پیشوای معظم ما، پرزیدنت محبوب کشور ما، در آخرینشون با زیایی‌های مملکتمان از خدمت‌های تاریخی استاد عینی یاد کردند و یک چیز به زبان آمد که خدمت تاریخی استاد عینی پیش از همه در آن است که خلق تاجیک را به خودش شناساند و قسمت دومی همین خدمت از این بیشترشان در آن ظاهر می‌گردد که ملت تاجیک را به خلق‌های دیگر آشنا کردن، به خلق‌های دیگر شناساندن، یعنی هم خودشناسی ما بیدار کردن و همچنین ما ملت تاجیک‌های به صفت یک ملت صاحب تمدن، به صفت یک ملت فرهنگ آفر به تمام عالم معرفی کرده توانستند. هر کسی که آثار عینی را مطالعه میکند در شعور، در تفکر، در قلب وی حسی وطن دوستی، خلق پروری، صداقت و محبت به خلق و وطن جایگیر می شود، چون که اثرهای استاد صدرالدین عینی از ارزش‌های عمومی بشری برخوردار است. استاد عینی برای تعریف لمن غلامانشون، برای جمع‌آوری مواد 4 مراتب به ترکمنستان سفر کردند و در نتیجه انمی سفرهایشون به ترکمنستان و دید و بازدیدشون به دانشمندان ترکمن، به ادیبان، به تاریخدان‌های ترکمن به خلاصه آمدند که ترکمن‌ها هم ادبیات کلاسیکی خیلی قدیمه دارند. عینی همیشه همه وقت یگانگی و اتحاد و دوستی خلق‌های جهان را تبلیغ میکرد، ترنم میکرد و مقصد اصلی او هم همین بود. سخن او ما دوستی خلق جهان پیش گرفتیم، از ماست هر آن کس که چنین رنگ بگیرد اثبات این ادعا می باشد. شاعر، نویسنده و ترجمان معروف آلمانی
آلفرد کوریلا آورده است. صدرالدین عینی موفق ترین ادیب است که در رابطه استوار جریان مدنیت جهان شرقی و غربی سهمی شایسته تقدیر را گذاشت. دلیل‌های تاریخی از آن بشارت می‌دهند که استاد عینی به صفتی هم ادیبی زبردست، هم دانشمند خیلی پرقوت و هم تاریخدان و تاریخ نگار بسیار ذکی از ادب و فرهنگ منطقه آگاهی خیلی خوب داشتند. رابطه های ادبی و فرهنگی برای تقویت مناسبت بین کشورهای دوست یکی از مؤثرترین وسیله به حساب می رود. استاد عینی در مورد رابطه ادبی و فرهنگی بین خلق تاجیک و دیگر ملت‌ها پلی دوستی را بنیاد نمودند که این خدمتی تاریخی استاد ارزنده استقبال و ارجگذاری است. درباره ترجمه گردیدن آثار استاد عینی به زبان‌های دیگر شاید اکنون آماری دقیق گفته نشود، برای آنکه این جریانی است ادامه یابنده است. مثلا ما از همین ترجمه با خبر بودیم، لیکن 2 سال مقدم از ایتالیا یک نفر جوانزن آمد. حصه زیادی ایجادیات عینی همین دختر، همین جوانزن به زبان ایتالیایی ترجمه کرد. این دلیل‌های تازه است. از همین نقطه نظر این جریان ادامه یابنده است و گفتن ممکن است که به همه زبان‌های دنیا ایجادیات عینی ترجمه شده است یا که جریان ترجمه گردیدن ایجادیات عینی به زبان‌های دیگر ادامه دارد. ضمناً باید بگوییم که یک سلسله نگاشته‌های استاد با زبان ازبکی تالیف شدند و با این اقدام استاد عینی در وسعت و تکامل زبان ادبی خلق ازبک سهمی بی‌دریغ گذاشت. در دوره نو به اصطلاح زمان نو استاد صدرالدین عینی همین عنعنه نیک را دوام دادند و با ایجادکاران دوره نوی ازبک از قبیل ایجادکاران مشهور ازبک عبدالله قادری مؤلف همان رمان‌های مشهوری کژدم از محراب و روزهای گذشته، اوتکن کلر روزهای گذشته، مهراندن چایان کژدم از محراب و مؤلف همین و ادیبی زبردست دیگر عبدالله قهار و ادیبان خیلی مشهور دیگر غفور غلام، حمید عالمجان، موسی آیبک و هر کدام اینها استاد عینی مناسبت خوبی ایجادی داشتند و هر کدام آنها در نوشته های خودشان از استاد عینی بهره برداشتند در اثرهای بدیعی خودشان و اینچنین خودی آنها در مقاله های جداگانه خودشان استاد عینی را به صفت استاد خود اعتراف کردند. یعنی در دوره دوم هم رشدی رابطه های ادبی خلق های تاجیک و ازبک به نام استاد عینی پیوندی قوی دارد. استاد عینی از شماره ادیبان معروف عالم به حساب می رود که اکثر اثرهای تالیف نموده او با زبانهای گوناگون ترجمه و دسترسی خوانندگان گردیدند. یعنی استاد عینی از دوره اولی فعالیت ایجادی خودشان به همین دوستی میان ادبیات ها و دوستی میان خلق ها معتقد بودند و خوشبختانه همین عنعنه بسیار خوبی که استاد عینی راه اندازی کردند تا امروز میان خلق تاجیک و خلق های دیگر ادبیات تاجیک و ادبیات های دیگر وجود دارد و با البته صفتی نو امروز هم عمل میکند. در سال 1924 در نشریات کاویانی در برلین کتاب استاد عینی را که با نام دختر بچه یا که خالیده اینجا به زبان تاجیکی چاپ نکرده بودند، دوست اون نماینده یعنی سفیر فوق العاده و مختار جمهوری خلقی سوویتی بخارا عبدالواحد منظم در گرمانیا چاپ میکند. اولین کتابی است که از نویسندگان و شاعران آسیای میانه یعنی ادیب بزرگ تاجیک در اروپا راه می‌یابد.
халқи украин خیلی برمحل‌تر به ایجادیات استاد عینی توجه گذاری کردند و هنوز سال 1931 یکی از دانشمندان بسیار فاضل اوکراین یوگنی فلیپوویچ ریبکین повести آدینه استاد عینی مستقیما از زبان تاجیکی به زبان اوکراینی ترجمه کرده است. ترجمان دانشمند دیگری اوکراین الکساندر شاکالوف که از دوره وظیفه خط کننده دانشگاه دولتی خرق به تاجیکستان آمدن و به نویسنده نامدار ما شادروان فضل‌الدین محمدیف آشنایی پیدا کردنش مخلصی اساسی ادبیات تاجیک گردیده تا حاضر برای به ترجمه ادبیات تاجیکی مشغول است تا حاضر نمونه‌های ادبیات تاجیک ترجمه می‌کند و همچنین چیزی دیگر در آن ظاهر می‌گردد که با شرافتی ترجمه‌های به زبان اوکراینی صورت گرفته آثار استاد عینی خب شروع از آدینه یادداشت‌ها یتیم داخونده این طرف در اوکراین یک جریان یا یک مکتب خوبی عینی شناسی رایج کردی و یکی از دانشمندان اوکراین الکساندر بزیوبا یک کتابی کلان حجم نویس با نام صدرالدین عینی жизнь и творчество. صدرالدین عینی حیات و ایجادیات. این خیلی برمحل سالهای 50 هنوز در اوکراین درباره استاد عینی همین گونه یک کتابی محتشم پیدا شد و البته رابطه های ادبی خلق‌های تاجیک اوکراین در دوران نو با شرافتی ایجادیات استاد عینی به زینه نوبتی رشد رسانیده توانست. این اقدام گواهی آن است که در گنجینه محتشم علم و ادبیات بشریت استاد عینی جایگاه خاص خود را دارد و در شمول همان 4 نفر ادیب سطح جهانی گذاشتن نام استاد عینی هم بی سبب نیست. مقام استاد عینی، مرتبه استاد عینی در تاریخ ادبیات بشر، در تاریخ تمدن عمومی جهانی خیلی بالا و خیلی روشن است که باعث افتخار خلقی تاجیک است. استقبال گرم و جوشان عینی از جانب ادیبان خارجی ما می‌بینیم که در ایتالیا، در فرانسه، در انگلیا و حتی در شتات‌های متحده امریکا از استاد عینی استقبال گرم گرفتند. مثلا ده ها تحقیقات در شتات‌های متحده امریکا درباره عینی پیدا شده است. از جمله یک کتاب درباره خصوصیت‌های زبانی و اسلوبی یادداشت‌های استاد عینی، شاهکاری استاد عینی در شتات کالیفرنیا روی کار آمد که آن نسخه آن کتاب در کتابخانه ملی تاجیکستان محفوظ است و خوانندگان می توانند مورد استفاده قرار بدهند. در سالهای 40 به خاندان افرادی که مورد تعقیب سیاسی قرار داشتند استاد عینی دستی مدد دراز نموده. در اکثر مقاله هایی که وابسته به روزگار روشنفکران دچار تعقیب سیاسی گردیده مؤلفان از صمیمیت استاد عینی با محبت یادآور شده. استاد عینی بسیار شخصیت سختگیر بودند، همچون استاد، همچون نویسنده و عالم و در عین زمان بسیار غمخوار و مهربان هم بودند. وقتی که بار دوم رحیم هاشم را سال 1949 حبس میکنند، همسر رحیم هاشم در دانشگاه سمرقند در کتابخانه دانشگاه کار میکردند، فعین بریسانه، و میشمیش میشود که این همسر دشمن خلق است، بنابراین نباید در دانشگاه کار کند، یعنی از کار خارج کردن اون کس، مسئله از کار خارج کردن فعین بریسانه پیش می آید و در اون روزها در دانشگاه یک جلسه تنتنوی برگزار می شود و استاد عینی رو دعوت می کنند همچون یک استاد افتخاری و
چشم استاد عینی در تالار با فهینه بریسانه و همراه دخترچشم میشتست میافتاد. بعد تمام شدن مجلس وقتی که رهبریت دانشگاه برای گسیل استاد میبرایند، استاد در بیرون اندرمان گپ میشوند، همه صحبت میکنند، وقت رو کشول میدهند. وقتی که فهینه بریسانه همراه دخترچشم میبرایند، گرم سلام علیک میکنند و شوفرشون رو، رانندهشون رو جیغ میزنند، میگویند که فهینه رو با دخترچشم به خانهش برمان، بعد آمده مرا بر. همین کفایه بود که رهبریت دانشگاه دیگر همسری یکی از نویسندگان و عالمان تاجیک را از کار خارج نمی کند و فهینه بریسانه روزگارش را تامین می کند. استاد عینی به تربیه کادرهای جوان اهمیتی اولین درجه میداد. هنوز در سال 1920 عینی با قطعیت و جدیت گفته بود که اگر ما شرف خواهیم، اگر ما عزت خواهیم، اگر ما آبروی خواهیم و نهایت اگر ما حیات خواهیم، باید چنگ به دامان علم و معرفت زنیم و کوشش کنیم برای گلگل شکوفی جمهوریت تاجیکستان. او این ادعا را از دیگران نیز تقاضا کرده است که دلیل آن به وظیفه راهبری اتحادیه نویسندگان کشور تعیین نمودنی استاد ترسونزاده می باشد. استاد عینی به علامه باباجان غفورов آن هنگام تاکید می نماید که ادیبان تاجیک را سروری نمودن میرزا ترسونزاده از دو جهت خوب است. یکم این که او شاعر و ادیبی داناست، دویم این که هم به خود و هم به دیگران به هیچ روبینی روی راست سرطلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناعهده برایان و مساهله‌کاران سرشته کردن دشوار است. وابسته به نقش استاد در مورد پشتیبانی و دست مدد دراز نمودن به کادرهای جوان در مقاله و مهرنامه‌های چهره‌های نمایان علم و صنعت ذکر شده‌اند. در اساس آن اسناد می‌توان گفت که استاد به کادرهای صاحب لیاقت صمیمانه مصلحت‌ها داده در تکامل مهارت و سطح معرفت و علم آنها نقش خود را گذاشتند. همه نویسندگان تاجیک استاد عینی را به حیث استاد خود میشناسند. بنابر همین خدمت‌های استاد عینی در تربیه کادرهای ملی روشنفکران ما نیز خیلی بزرگ است. از معلم محمد جان شکوری شنیدم که وقتی کتاب استاد عینی میرزا عبدالقادر بدیل چاپ می شود، شکوری نو با اکادمی به کار آمده بودند و اونجا یک نفر مولا جانف شهرستانی بودند، ادبیات شناس، پوبلیسیست. اون کس هر روز درباره همون منوگرافی استاد عینی درباره بدیل صحبت میکنند، صحبت‌های منفی، و شکوری جوان به همون صحبت‌ها داده میشند و یک تقریض سخت منفی می نویسند درباره کتابی استاد عینی. و معلم شکوری یک یادداشتشون چاپ کرده بودند، به اسباب بغل گشتن رو یاد گیرید درباره استاد عینی. این تقریض چاپ می شود، استاد عینی پرسجو میکنند این بچه کی است، این محمد جان شکورov کی است؟ میگویند که این پسری صدرجیو استادتون. میگه گوید فلان روز فلان ساعت خانه من بیاید. بعد به شکورov میرسانند. شکورov ترسیده و لرزیده به خانه استاد عینی میروند که استاد یک دسترخوان بسیار آراسته درست کردند و انتظارند. میروند میشینند، خیلی پرسجو میکنند که از خویش و تبار کی اینجا هست، کی در بخارا مانده است، از پدر چی ها حفظ شده است، مانده است که قابل استفاده باشد و غیره و هاکذا. یگان دهن درباره تخریج این کس صحبت نمی کنند. و وقتی
گسیل وقتی برآمد فقط میگویند که محمد خان به اسب بغل گشتن رو یاد گیرید، یعنی فکر خودتون رو نوشتن یاد گیرید. استاد عینی در برابر رشد ادبیات و زبان تاجیکی و تاریخ ملت، باز در گسترش صنعت موسیقی و آوازخوانی، به خصوص در وسعت شاه اثر موسیقی خلق تاجیک شش مقام سهم مناسب و ارزنده دارد. سال 1946 با تشبث بیواسطه استاد عینی در نزد کمیته رادیوی تاجیکستان انسمبل شش مقام خوانان تأسیس یافت. باید گفت که در آن ایام در پایتخت تاجیکستان دانندگان خوب شش مقام نبودند و با خواهش استاد عینی سرآمدان شش مقام فضل الدین شهابوف، بابا قلک فیض‌اللهیف و شاه نظر صاحبوف به دوشنبه آمدند. نشر کتاب 5 جلده شش مقام نیز با پیشنهاد و دستگیری استاد عینی تألیف گردید. وابسته به صنعت موسیقی و آوازخوانی نیز استاد یک سلسله مقاله های ارزشمند و محققانه را به میراث گذاشتند. سال 1978 با قرار با نفوذترین سازمان فرهنگی عالم یونسکو 100 سالگی استاد عینی در مقیاس بین الخلقی جشن گرفته شد. این نکته نیز از شهامت ایجادیات بی مثلی نابغه ملت تاجیک استاد عینی بشارت می‌دهد. 100 سالگی استاد عینی در سال 1978 در زمان شوروی خیلی پرشکوه تجلیل کرده شده بود و استاد عینی را تمام جهان مترقی 100 سالگیشان را تجلیل کرد، به خاطر از اینکه در حقیقت استاد عینی در کشورهای شرق به حیث یک نویسنده بسیار ترقیخواه، نویسنده ریالیست یعنی واقع‌گوی و دانشمند خیلی ممتاز که ادبیات کلاسیکی ما، زبان ما، فرهنگ ما، تاریخ ملت ما را خیلی خوب می‌دانست، شناخته شده بودند. خب تمام شرق شناسان، یوگنی ادوارد بیرتس مثلا، یا اینکه یوسف ساموئل براگینسکی و دیگر شرق شناسان شوروی که دایر به ادبیات فارسی تاجیک تحقیق کرده‌اند، استاد را به حیث استاد خود شناختند و در سیمپوزیوم ها، در کنفرانس‌های علمی وقتی که اینها و دیگر عالمان جهان با استاد عینی تکیه می‌کردند، به اندیشه های استاد عینی تکیه می‌کردند، دیگر هیچ دانشمند چیزی گفته نمی‌تواند، برای اینکه استاد عینی در تحقیق فرهنگ ما هیچ غلطی نکردند. آرمان‌هایی که استاد عینی از طریق مطبوعات پیشنهاد کردند تنها در زمان استقلالیت و پررگی حل خود را یافتند. ببینید امروز آن آرمان‌هایی که آن آرزوهای نیت‌هایی که استاد عینی داشتند در زمان استقلالیت به کلی ما به آن رسیدیم. پیش از همه این استقلالیت کاملی دولتداری ما که استاد عینی در همین نوشته هایی که به مسئله مکتب و معارف، زبان، مطبوعات بخشیده شده بودند، پیش از همه مسئله دولتداری ما را پرده پوشانه پیشنهاد میکردند. حالا در مقیاس کشور یک ناحیه، شهرک، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، تئاتر اپرا و بالت، باغ فرهنگی و فراغتی و باز چندین مؤسسه های تعلیمی و فرهنگی به نام استاد عینی گذاشته شده است. تئاتر دولتی اپرا و بالت، باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد عینی و آثارخانه ادبی و یادگاری استاد که در پایتخت کشور جای گیرند، با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه ترمیم گردیدند. بس از خاکستری خاموش آتش‌ها فروزاندی، شررهای بسا از سنگ‌های سرد رویاندی، سری گوری نیاگان مشعله افروختی از مهر، از این رو همچون مشعل
در سری دستی زمان ماندی. چنین اندر جهانی گیرگردان، چنین اندر جهانی روحی آزادان. بزرگان را بزرگان زنده می دارند، بزرگان را بزرگانی دیگر پاینده می دارند. دانشمند شرقشناسی که مثل استاد عینی تمام پرابلم ها، مسئله های ادبیات شناسی و شرق شناسی تاجیک و فارس را میدانسته باشه، کمی اندر کم پیدا می شود. و من فکر میکنم که حالا تمام جنبه های کارهای ماندگار استاد عینی کاملا تحقیق و برملا کردن شده. درباره آثار عینی، درباره خدمت‌های بزرگ عینی، تمام دانشمندان شرق و غرب هم در زمان خودش هم در زمان حاضره بسیار سپاسگزاری کردند، لیکن با فکر این جانب بهای حقیقی، بهای بلندترین را با آثار عینی، با رسالت تاریخی استاد عینی، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دادند. مخصوصاً درباره نمونه ادبیات تاجیک که این کتاب را همچون شناسنامه حقیقی خلق تاجیک ارزیابی کرده‌اند. نقش استاد عینی را در بیداری و خودشناسی ملی در اثر بسیار پرقیمت خود چهره‌های ماندگار ذکر کرده‌اند که باعث افتخار است. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی کشوری بهتر از جانمان تاجیکستان روندی ارج گذاشتن و فرزندان ملت وسعتی تازه پیدا نمود. با فرمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای خدمت‌های بزرگش به استاد عینی عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. باعث بسیار افتخار است که محض با تلاش و ابتکارات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، استاد عینی به صفت اولین قهرمان تاجیکستان پذیرفته شدند. زحمت استاد عینی در زمان استقلالیت به طور باید قدردانی شد و همین آن چاره‌بینی بزرگداشتی که ما به استاد عینی میگذرانیم، این یک نوع در راه خودشناسی و خودآگاهی به خود رسیدن‌های نسل نو ما را وادار می‌سازد. در زمان استقلال ما خدمت‌های استاد عینی از طرف حکومت تاجیکستان و از طرف پرزیدنت کشور قدر کرده شد و به او این عنوان عالی، یعنی به طور حقانی اولین قهرمان تاجیکستان داده شد. تو در پشتی سر و در جبهه عینی و مثل سنگر در لوح عینی، با تاریخی تو چون سر لوح عینی. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی، بیمان از وحدت آبادت ببینم، سرایی وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم. الا شهر جوانی شهری جانی، برادروار همزادت ببینم. الا شهر جوانی شهری جانی.